در روزگاران کهن ایران باستان، پادشاهی عادل و مقتدر به نام کیومرث بر سرزمینی پهناور حکم می‌راند. مردم او را دوست داشتند، اما کیومرث در خلوت خود با رازی هولناک دست و پنجه نرم می‌کرد. این راز سری بود که اگر فاش می‌شد، نه تنها تاج و تخت او، بلکه زندگیش را نیز به تباهی می‌کشاند. اضطراب او از شبی آغاز شد که در خواب اهریمنی سیاه بر او ظاهر شد و با لحنی تهدیدآمیز نجوا کرد: ای کیومرث، تو پادشاه واقعی نیستی. تو یک غریبه‌ای و فرزند حقیقی این خاندان در کودکی کشته شده است. اگر تا 7 روز این راز را به کسی نگویی، دیوانه خواهی شد. اما اگر بگویی، لشکر دشمنان تو را نابود خواهند کرد. پادشاه وحشت زده از خواب برخاست. کابوس اهریمن آرامش را از او ربوده بود. دیگر نمی توانست غذا بخورد و نه شبها بخوابد. راز مانند یک غده سمی در سینه‌اش رشد می کرد و داشت او را به مرز جنون می کشاند. کیومرث می دانست باید این بار سنگین را از دوش خود بردارد. اما چگونه؟ فاش کردن حقیقت به یک انسان، یعنی مرگ حتمی. سرانجام او نقشه عجیب کشید. دستور داد بزرگترین و صیقلی‌ترین سنگی که می توانستند پیدا کنند به خلوت‌ترین نقطه باغ کاخ آورده شود، جایی که جز او هیچ چشمی آنجا را نمیدید. او نام آن سنگ را گذاشت سنگ صبور. شب هنگام وقتی سکوت و تاریکی بر شهر سایه انداخته بود، کیومرث تمام درباریان و محافظان را دور کرد. به سوی سنگ رفت، بر آن نشست و با صدایی لرزان و در اوج درماندگی تمام راز خود را، تمام ترس و کابوس‌هایش را با فریادهایی بلند در دل آن سنگ بیجان خالی کرد. او بارها تکرار کرد: من پادشاه واقعی نیستم. بعد از آن اعتراف کیومرث آرام گرفت. گویی تمام بار و بلای سالها اضطراب سنگی جامد منتقل شده بود. او سنگ صبور را در همان خلوت رها کرد و دوباره تبدیل به پادشاهی شاد و باوقار شد. راز سالها در سکوت سنگ مدفون ماند. سالها گذشت. کیومرث پیر شد و همه آن شب را فراموش کردند. تا اینکه روزی یک چوپان جوان که گوسفندانش را در نزدیکی دیوار باغ می‌چراند، مسیرش به همان خلوت افتاد. کنجکاو شد و ناگهان چشمش به سنگ صبور افتاد. او دید که در اثر وزش باد و رطوبت سالها یک حفره کوچک و باریک روی سطح سنگ ایجاد شده است. چوپان نزدیک رفت و به وضوح شنید که وزیدن باد در آن حفره صدایی عجیب و شبیه به نجوا تولید می‌کند. با بهت و وحشت گوشهایش را نزدیک برد و شنید که سنگ با صدایی زمزمه‌وار می‌گوید: من پادشاه واقعی نیستم. چوپان وحشت زده فرار کرد و به هر کس که رسید ماجرای سنگ سخنگو و راز آن را تعریف کرد. راز شاه از دل یک سنگ بیجان بیرون آمده و مانند شعله‌ای در شهر پخش شد. مردم خشمگین و فریب خورده شورش کردند و کیومرث پادشاهیش را از دست داد. و این گونه بود که کیومرث پادشاهیش را نه به دست دشمنان و نه با اعتراف به یک انسان، بلکه به وسیله زمزمه‌های باد در سنگ صبور برای همیشه از دست داد.